برنامه خبری رادیو آزادی تقدیمتون و من شالوی گلخوجه از استودیوی مرکزی همراه شما. موضوع برنامه امروز 11 ینور از این قرار است. هنوز از مرگ همسر و فرزندانش خبر ندارد. شهرت الفتوف به هوش آمد اما تا به حال با یاری دستگاه نفس میکشد. فروشندگان انداز نمی سپارند ولی نظارت آنها از حساب مشتریان می شود. در نقطه های فروشی مواد سوخت دستگاه حسابکنی را نصب کردند. برای ما بهتر است که در دیرم ارزان شود. و تلاش جستجوی قاتل پدر به درد سر تبدیل یافت. بدرالدین سفرعلیев باوری دارد که پدرش را اعضایان فرانت خلقی کشتند. رئیس حکومت ناحیه سال فایرو کرد پدرم. وقتی پدرم رفت دیگه بر نگشت. شهرت الفتوف مهاجر تاجیکی که 11 روز پیش از زیر خرابه های خانه فرو رفته در مگنیتگورسک روسیه زنده بیرون آورده شد به هوش آمده است. او تاکنون در حالت بیهوشی صنعی نگه داشته میشد. شهرت الفتوف در صحبت کوتاهی که داشته است از سرنوشت همسر و فرزندانش پرسیده است. در این باره تقوی او به رادیو آزادی چنین گفت: وای گپ زد پرسید از فرزنداش که زن و فرزند من چخیل برآمدن، چخیل سلامتی فرزندان من چخیل است. در جواب کنسول گنرالی گفت که من فکر کردم که در این وقت این گپ برآوردن در کار نیست و وای با شورا جان گفت که سلامتی همش نقض است، زن و فرزند خوب هستند، خیستی بعد میبینی وای. صبح 31 دکبر بر اثر ترکیش گاز طبیعی و فروریزی منزل 10 طبقه در مگنیتگورسک 39 نفر و از جمله همسر الفتوف رجمو ایسوی و 3 فرزند آنها جان باختند. پدر خانواده در شفاخانه ولایت چلابینسک روسیه معالجه میگیرد و هنوز درباره مرگ اهل عائله‌اش خبر ندارد. جسدهای آنها 7 ینور در ناحیه کوشانیان دفن شدند. چند روز اخیر اروپای غربی شاهد برفریزی شدید شده است. از جمله در جمهوری باواریا بنابر باریدن برف زیاد مقامات مجبور شدند که وضع فوق‌العاده اعلان کنند. هرچند چنین هوا را کودکان به خاطر یخمالک بازی دوست می‌دارند ولی برفریزی بیش از معیار کار و زندگی را در شهرهای این کشور به هم زده است. مکتب‌ها بسته شدند، راه‌های آهن و ماشینگرد کاملا زیر قبط قفس برف ماندند. مقامات محلی به تنهایی از عهده تازه کردن برف نبرآمده نظامیان را برای کمک دعوت کردند. ساکنان میگویند سالهای اخیر شاهد چنین برفریزی غیر مقرری نشده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. نقطه های فروشی سوزشواری در تاجیکستان به مخزن یگانه الکترونی پیوسته زیر ضربین قرار گرفتند. کمیته انداز میگوید که این طرح را به خاطر پیشگیری فرار بیزنس نفت و گاز از پرداخت انداز پیاده میکند. تاجران مواد سوخت اعتراف میکنند که نصب تجهیزات اداره انداز با آنها خرج علاوگی مالی را به وجود خواهد آورد. در عین زمان هیچ پنهان نمیدارند که در نهایت امر آن از کیسه مشتری خواهد بود. میرزا نبی خالقزاد در این باره معلومات میدهد. مخزن یگانه معلومات فروش مواد سوخت کمیته انداز تاجیکستان که به طور الکترونی کامپیوتری پیش برده میشد الکی به کار شروع کرده است. به طور کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر داد از 1441 عدد نقطه فروش مواد سوخت تاجیکستان 455 عدد آن الکی به کار شروع کردند و هر لیتر مواد سوختی که به فروش داده می شود اون معلومات به طور اتوماتیکی و مستقیما به کمیته انداز میرسد. این اقدام از طرف حکومت تاجیکستان گرفته شده است و کمیته انداز تاجیکستان همراه با شرکت فراز پرداخت این کار را انجام داده سازند. طور نمایندگان کمیته انداز تاجیکستان در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفتند این به خاطر شفافیت فعالیت نقطه های فروش مواد سوخت در تاجیکستان می باشد و در صورتی که حتی اگر 1 لیتر بنزین به فروش گذاشته می شود نتیجه این معلومات مستقیما به کمیته انداز می رسد. بر اساس یک تندری که کمیته انداز اعلان نمود در سال گذشته شرکت فراز پرداخت پیروز شد، طوری که در کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر دادند به خاطر آنکه فراز پرداخت این کارهای زیادی هم مبلغ و هم فناوری که انجام داده است اکنون به خاطر برگرداندن این پرداخت خود از هر لیتر بنزین یا مواد سوخت دیگری که صرف می شود از این حساب 0.8 یا 10 درم به حساب فراز پرداخت انتقال داده می شود.
خبر مسئولان نقطه‌های فروش مواد سوخت در صحبت با ما گفتند این 10 درمی که به کیسه فراز پرداخت روانه کرده می شود حتما بر بالای نرخ اصلی مواد سوخت گذاشته می شود و حتما این مسئله به کیسه خریداران بیشتر تاثیر می کند. نظر ما خیلی برای ما بهتر است که 10 درم ارزان شود. و این ناراضگی‌ها نیز تا درجه چنین به نظر می‌آید که شاید به کند صورت گرفتن جریان عملی شدن این مخزن یگانه تأثیر منفی رساند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تعدادی از ساکنان تاجیکستان کمبود روزگار خود را کوشش میکنند برای گرفتن قرض از بانک‌ها حل نمایند، اما طور تجربه نشان میدهد در نهایت آنها با مشکلات بیشتر پیچیده حتی به قبل از بوم سرشان محروم میگردند. سببش را زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله پرسجو کردند. گلانور افغانова برای پرداختی قرضی نوبتیش آمد. او 1.5 سال پیش از بانک 10,000 سومانی قرض گرفت. با آرزوهای زیاد خواست توی فرزندش را برپا کند. من برای خانه‌دار کردن فرزند اولم قرض گرفتگی بودم و کردم. بعد مبلغ قرضی گرفته و کمتر چی میگن خانه هامون وای کردیم، تعمیر کردیم. میگوید با درآمدی که دارد بدون قرض از بانک نمیتواند خرج روزگار را تامین کند، ولی اکنون 40% درآمد بودجه خانواده به قرض می رود. به گفته او وقتی بیمار می شود اول به فکر قرض می افتد. فکر میکنم که وقتی که فشار خون بلند می شود بسیارتر باز ضیق می شوم که خدا جان نکنه که من همین قرض در بالای من قرض، مثلا من قرض اگر داده نتونم فرزندای من بعد این بین چیکار میکنن. یک تحلیل بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان معین کرده است که اکثر قرضها مثل قرض گلانور قرض اجتماعی و معیشی هستند. مردم برای پرداخت پول تحصیل مکتب یا دانشگاه فرزندان، تعمیر و تجهیزانیدن خانه قرض میگیرند. بنا به تحلیل‌های اموری بیش از 60% قرض گیرنده ها آنهایی هستند که نه بیشتر از 6,000 سومان قرض میگیرند. گرفتن قرض عمومی یا قرض برای روزگار نسبت به دیگر نمود قرض حالا قلای‌تر است. Микрофинансовых и банков Республики Таджикистан. مرحبا رو قرض به خانه کرد. خیر روزای وضعی نگذرانم خواهر جون. من ای خانه به خانه شده، من اینجا آمدم شتم کوارتیر پول داده گوده که مایده دارم. خیر میخواه قرض نیست که چی نصیب تقدیر نمیدونم. خانه ما 4 تا خانه داشته و حوالی ما خیلی بود. شوهر مرحبا در مهاجرت است و سرنوشت آینده این خانواده هم ناروشن مانده است. برنامه را ادامه میدیم. دادگاه سور به دعوای 13 ساکن این شهر علیه خانواده دامولو عبدالرحمن سفرعلیف نقطه گذاشت. سابق اعضایان فرانت خلقی این خانواده را در عضویت به حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. این اتهام در حال صدا داد که بدرالدین سفرعلیف خواستار شروع تفتیشات قتل پدرش در 25 سال پیش و مجازات قاتلان شد. چرا این موضوع در گزارش نوبتی. بدرالدین سفرعلیف که تلاش داشت قاتلان پدرش را به جوابگری کشد، قریب بود خودش در کرسی عیبداری نشیند. عضو فعال حزب کمونیست تاجیکستان را به عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. عریضه را نسبت به بدرالدین سفرعلیف و اعضای خانواده او سابق نمایندگان فرانت خلقی نوشتند. محض همسنگران آنها را بدرالدین سفرعلیف در مرگ پدرش گناهکار می‌داند. بدرالدین میگوید آن سالها به تفتیش کسی مشغول نبود و از این خاطر حالا طلب کرد که برای پیدا نمودن قاتل پدرش تفتیشات آغاز شود. وقتی که پدرم ای خانه فایرو کردن رفت، کارگروی فرانت خلقی بود، رئیس حکومت ناحیه حصار فایرو کرد پدرم. وقتی پدرم رفت دیگه بر نگشت. یک هفته پس تاریخ 7/1/1993 سالده کماندیر فرانت خلقی در همین ناحیه حصار بودگی آمد، گفت که جسد پدرتون 60,000 سومون طلب دارن. 60,000 تیه جسد پدرتون میتیم. ما تو بگه 60,000 جمع کردیم، دادیم شانه، روزی 8 ما جسد آوردیم. پس از آنکه نسبت به بدرالدین سفرعلیف عریضه نوشتند،
او را به شعبه ناحیوی وزارت کارهای داخلی در حصار دعوت کردند. شعبه کارهای داخلی شراره فیرو کرد مونا دید که خلاصه که تهمت های نسبت مون پس شعبه کارهای داخلی شراره کاغذ داد مونا که برای تهمت کردگیشون شما میتونه برای آبروتون برای تهمتشون مقامات سود در مراجعت کنه سود حل خچه یاوه. حکم دادگاه حصار نیز به منفیت سفرعلیوف بود، زیرا در آن آمده است که او هیچگاه در هیئت حزب ممنوعی نهضت اسلامی قرار نداشت. وکیل مدافع سفرعلیوف میگوید عبدالغنی عبدالرحیموف اقرار شده است که او بر مقابل سفرعلیوف عریضه نوشته است. زیر این عریضه اینچنین 12 نفر از اعضای پیشین فرانت خلقی امضا گذاشتند. شاهدان و شخصانی که در عریضه نسبت سفرعلیوف امضا کردگی بودند توسط همچون شاهد پرسیده شدند. آنها ابراز کردند که آنها امضا را تنها به خاطر عبدالرحیم عبدالغنی عریضه را نخوانده امضا کردند و آیدی نسبت سفرعلیوف که گویا که باید مثلا گروه مجاهدین هم شریک بودند آنها ابراز کردند که این تهمت محض است زیرا که اینها در این گروه شامل نبودند. وکیل مدافع میگوید عبدالغنی عبدالرحیموف آماده است که از سفرعلیوف ها بخشش بپرسد، اما در صحبت تلفنی عبدالرحیموف گفت که درباره محاکمه دادگاهی معلومات ندارد و تلفنش را خاموش کرد. هرچند نام نیک خانواده سفرعلیوف ها برقرار شده است، اما دعوت آنها به دادگاه پایان نیافته است، چون که بررسی پرونده قتل پدر آنها در سال 1993 ادامه دارد. میرویم به جنوبی توجیکستان. حکومت شهر کولوب به صاحبان آشخانه و کارگاه‌هایی که در گرد و اطراف باغ فرهنگی فراغتی جایگیر است نیم ماه مهلت دادند که بناها را تخریب کرده زمینشان را به حدود باغ سپارند. اما اکثر صاحبکاران حیران ماندند که چه طور به پرداخت شدن جبران دکان‌های خود را ویران میکنند. تفصیلات در گزارش رستم جانی. تصمیم نوسازی شهر کولاب ده‌ها تاجر را به دکان خواهد کرد. این باغ مرکزی است و 10 ساله ها در داخل آن مغازه و طربخانه های شخصی جایگیر بودند. 10 ینور نمایندگان حکومت به صاحبان انشاءات اطراف باغ امرنامه سپاریدند که بر طبق آن تا 15 روز دیگر بیناها خالی و ولنگار شوند. گواهنامه آوردند 15 روز مهلت. 15 روز اینجا را گفت ریش کنین و کنین ببرین. تاجران میگویند حالا فقط از حکومت همین یک امرنامه گرفتند و خلاص. مسئله پرداخت جبران ضرر هنوز مطرح نشده است. خیلی موندیم هم خیلی چی معلوم نمیجا ایگو کسین کو چی مون میگن چی نمیگن. در اطراف باغ فراغتی کولاب تا 10 انشاءات است که طربخانه و اداره و مرکزهای خدمت رسانی اند. کارگرهای این چایخانه که از سال 1958 مانده است نگرانند بعد ولنگار شدن آن دیگر جای کار پیدا نخواهند کرد. طرفی همین دخترایی که در اینجا کار میکنن هممون به وایم التماس میکنم خواهش میکنم که همین اصطلاح ما را چپا نکنن مانند ما کار کنیم هم گودکا ما نام بیوام پشاک بیوام بپوشم بخیرن. در حکومت شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند باغ مرکزی وسیع خواهد شد و هر بینای خصوصی که بر طبق لایحه بازسازی در مرز باغ میماند تخریب می شود. چون این یک امرنامه تخریب را از حکومت صاحبان دکانهای بازار سخاوت نیز گرفتند. همین بازار ما جمعیت مطلوبات را نگاه میکنه. جمعیت خودش باید پیش ایمان یگون نماینده بازار را میگرفتن همراهی هم خود مثل فرم گشتن ما را آگاه میکن. رئیس هم مثل میواردن خواهشون فقط دو کس اومدن هم امضا کنند در اینجا که خیلی شما 2 روز پس اینجا 10 روز پس میخیزن. صاحبکاران میگویند زیاده از 50 صاحبکار در دکانهای نزد بازار کار میکنند و 400 نفر از اینجا رزق خود را مییابد. مغازینا شما از اینجا میخیزه گفتم میخیزونیم با ما جا بتن مبلغی که ما رسخواد خریدگیم در این مغازینا زیاده 20,000 دلار رسخواد شدگی بسیاری ما ایبان قرضدار هستیم ما چیکار کنیم را. هم تاجران نزد باغ فراغتی شهر کولاب هم بازار سخاوت در جای سیر آدمی شهر دکان دارند. از جایهای خود محروم شدن برای بعضی از آنها ختم تجارتشان است که جبران نمی شود. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مانده است. برایتان خاطر رسان میکنم که نوار و گزارش‌های روز و جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرها در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامدادی یادتان نرود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.